درود دوستان، خودکشی دانی الویس، جنگ فریدون عادلов و تمرین‌های فوتبالبازان تاجیک در قطر، همه این را در نشر امروزه ما ببینید. رقیب نوبتی ورزشکار شناخته تاجیک فریدون عادلов معلوم شد. اکنون ترمیناتور تاجیک در فینال تشکیلات ACA با عدلان ابراگیمov ورزشکار چچنی می‌جنگد. فریدون عادلov و عدلان ابراگیمov برای به دست آوردن کمربند قهرمانی و مکافات پولی در حجم $1 میلیون بین هم رقابت خواهند کرد. عادلov همگی چند ماه قبل با شکست دادن ورزشکار روس میخائیل مخناتکین به گران پری تشکیلات ACA برآمد و شب گذشته غالب محاربه اندرسن سیلوا و عدلان ابراگیمov رقیب نوبتی او شد. عدلان ابراگیمov و فریدون عادلov هر دو کلوب احمد را نمایندگی میکنند. عدلان ابراگیمov ورزشکار چچنی همگی 8 غلبه و 2 باخت دارد. فریدون عادلov باشد 18 غلبه، 2 باخت و 2 مساوی دارد. سابق حمایتگر باشگاه بارسلونا فوتبالباز برزیلی دانی الویس در زندان خودکشی کرده است. همین گونه خبرها وقتهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی زیاد به چشم می‌رسد. همگی چند روز قبل ژورنالیست برزیلی پاولو آلبوکرکه در توییتر خود نوشته است که گویا دانی الویس دست به خودکشی زده است. این خبر در یک مدت کوتاه در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی را به بار آورد، اما چند بعد روزنامه‌نگاران دیگر این خبر را تدقیق کرده نوشتند که این گفته‌ها اساس ندارد. همچنین برادر فوتبالباز برزیلی در یک نوار کوتاه عاید این خبر اظهار نگرانی نمود. دانی الویس همگی چند ماه قبل برای تجاوز به ناموس مهلت 4.5 سال روانه زندان کرده شد. فوتبالباز برزیلی از سال 2008 تا 2016 و از 2021 تا 2022 در باشگاه بارسلونا به حیث حمایتگر بازی نموده است. دانی الویس در 408 بازی کاتالونی‌ها هنرنمایی کرده با زدن 22 گل و 105 پاس گل‌آور مشرف شده است. دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری مربی گورجی گلا شکیلادزه برای بازی‌های انتخابی جام جهان 2026 مقابل تیم ملی عربستان سعودی در دهر و تمرین‌ها را ادامه می‌دهد. امروز سومین روز جمع آمد دسته ما در قطر پشت سر شد. هیئت منتخب کشور عین حال از 15 بازیگر عبارت است. به هیئت منتخب تاجیکستان شامل شدن لگیونرها از 16 مارس شروع می شود. تیم ملی کشور در هیئت پوره روز 18 مارس برای بازی با منتخب عربستان سعودی به ریاض سفر خواهند کرد. دیدار آنها در ورزشگاه شاه سعود روز 21 مارس ساعت 23:59 به وقت دوشنبه دایر خواهد شد. رقابت دیگر منتخب تاجیکستان و تیم ملی عربستان سعودی روز 26 مارس در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 20:00 به وقت دوشنبه برگزار خواهد شد. این بود همه خبرهای مهم از جهان ورزش. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.